به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. من نمیگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو بگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم. چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران. این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من رو اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده. دایره جانباختگانمون که به عنوان شهید اینا رو حساب میکنیم دایره وسیعی است. به جز اون اصحاب فتنه و سردسته ها و کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونها بقیه چه عناصر مدافع امنیت، چه راهگذرها و چه حتی کسانی که با فتنه‌گرا چند قدمی حرکت کردن، اینا فرزندان ما هستن. ما برای اینا طلب رحمت میکنیم، طلب مغفرت میکنیم. اشتباه کردن، خدای متعال از اشتباه اینا درگذره انشاءالله. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران. این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضره برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه. کسی مثل